برای کارات برنامه ریزی میکنی، هدف گذاری میکنی، شب قبل از اینکه بخوابی لیست کاراتو میای به ترتیب مینویسی، ولی آخر روز که میرسه میبینی به هیچ کاری نرسیدی، هیچ کدومشون رو انجام ندادی، کلی حس بد به خودت میگیری. ولی باید بهت بگم مشکل از تو نیست، این سیستمای برنامه ریزی کار نمیکنن. اما یه سیستم مدیریت زمان هست که کارآفرینا و آدمای شلوغ عاشق این سیستمن و دارن بی سر و صدا ازش استفاده میکنن، اما به طرز عجیبی هیچ کس ازش حرفی نمیزنه. انگار میخواستن ما مشغول همون سیستمای قدیمی و مزخرف بمونیم و از این سیستم که اتفاقا جوابم میده چیزی ندونی. تا آخر این ویدیو کل این سیستم رو برات توضیح میدم، از همین فردا هم میتونی اجراش کنی. اصلا هم قرار نیست 5 صبح پاشی و برای ثانیه به ثانیت برنامه ریزی بکنی، تازه به همه کاراتم میرسی. اما چرا سیستم‌های مدیریت زمانی که تا حالا خوندیم یاد گرفتیم کار نمی‌کنن، جواب نمیدن؟ احتمالاً همه سیستم‌های مدیریت زمان مثل تودو لیست و برنامه‌ریزی ساعتی و نمیدونم معجزه صبحگاهی و انجام داده باشی، ولی جواب نمیدن. باید یه چیزی رو بهت بگم، همه این سیستما برای آدم نیستن، انگار برای ربات طراحی شدن. اگه این مدل رو تست کرده باشی که شب قبل میای لیست کاراتو مینویسی، صبح که از خواب بیدار میشی یه نگاهی به این لیسته میندازی، میبینی 20 تا کار باید انجام بدی، چی میشه؟ یه دفعه استرس میاد سراغت، مغزت میگه وای از کجا شروع کنم، اگه به این نرسم چی؟ این یکی کارم هنوز مونده. اینو بهش میگن فلج تصمیم گیری. تحقیقا نشون دادن وقتی که انتخابای جلوی ما زیاد باشه، مغز ما به جای اینکه خوب عمل کنه قفل میشه. دقیقاً مثل یه موبایل که هی بخواد بین برنامه‌های مختلف سوئیچ بکنه تو لحظه، یه دفعه هنگ میکنه دیگه. این برنامه ریزی های رباتور چطوری هن؟ میگه من 9 تا 9:30 باید بیام این کار رو انجام بدم، 9:30 تا 10 پروژه‌مو انجام بدم، 10 تا 11 به تماسام برسم. بعد میاد این باور رو داخل ذهن میکاره که اگه یه دقیقه از این برنامه عقب بیفتی انگار کل روزت خراب شده. این روش واقعا روی آدم فشار ایجاد میکنه، هیچ انعطافی هم نداره، در صورتی که زندگی واقعی پر از اتفاقای غیرقابل پیش بینیه. یه تماس، یه پیام، یه فکر، تموم، سیستم به هم ریخت. اون روش معجزه صبحگاهی چی میگه؟ میگه ساعت 5 صبح بیدار شو، مدیتیشن کن، یوگا انجام بده، کتاب بخون، آب گرم بخور. واقعا تو اگه کارآفرین یا آدم پرمشغله‌ای باشی که مثلا تا 1 شب مشغول پروژه‌اتی، نمیتونی 5 صبح بیدار شی و 2 ساعت فقط روتین انجام بدی که. مغز ما یه ظرفیت محدودی واسه تمرکز و تصمیم گیری داره. موقعی که میای بهش دیتای زیاد میدی، مثل لیستای طولانی و تصمیمای پشت سر هم و یه سری روتینای سخت، مغز آدم سریعتر خسته میشه، بهره وری میاد پایین، دیگه به هیچ کاری هم نمیرسی. پس واقعیت اینه این سیستما کمکی که نمیکنن هیچ، خیلی هم استرس زان. چیزی که هیچ کدوم از این سیستما نیومدن در نظرش بگیرن انرژی ما آدماست. مشکل هیچ کدوممون کمبود زمان نیست، مشکل کمبود انرژیه. واسه همین این سیستمی که میخوام راجبش صحبت بکنم، به جای اینکه بیاد روی مدیریت زمان تمرکز بکنه، روی مدیریت انرژی تمرکز میکنه. به جای اینکه به این فکر بکنی که چه کاری رو تو چه زمانی انجام بدی، باید اینطوری نگاش کنی این کار چقدر داره از من انرژی میگیره و من چه زمانی اون سطح انرژی رو دارم. بذار اینطوری برات بگم، تو قرار نیست زمان بیشتری داشته باشی، تو قراره تو همون زمانی که داری انرژی و تمرکز بیشتری داشته باشی. این سیستم کارا رو اینجوری دسته‌بندی میکنه. اول کارهایی که خیلی ازت انرژی میگیره، کارهای با انرژی متوسط، کارهای با انرژی پایین. حالا چرا این سیستم کار میکنه؟ به خاطر اینکه بدن و ذهن ما تو کل روز داخل یه حالت نیستن. تو نمیتونی ساعت 8 شب همون کاری رو انجام بدی که ساعت 8 صبح انجامش میدادی، حتی اگه تو برنامه‌ت نوشته باشیش. دنیل پینک داخل کتاب ون اومده گفته که ما یه چرخه انرژی داریم. این چرخه انرژی 3 تا مرحله داره: قله، افت، بازیابی. توی زمان قله انرژی سطح تمرکز و دقت و تصمیم گیریت خیلی بالاه. توی سطح افت انرژی خستگی ذهنی میاد سراغت، بهره وریت هم میاد پایین. داخل لول بازیابی هم انرژی فیزیکی خوبه، خلاقیت زیاده، ولی تمرکز پایینه.
تو باید بفهمی چرخه انرژی توی 24 ساعت به چه شکلیه که بیای وظیفه‌هاتو تقسیم بندی کنی. یه سری آدما ممکنه لول قله‌شون آخر شبا باشه که اون معجزه صبحگاهی اصلا واسه اینا جواب نمیده. یه سری از آدما هم نه، قله انرژیشون صبحه. تو باید اول از همه بفهمی تو طول روز چرخه انرژیت به چه شکلیه. من خودم تولید محتوام و رسیدن به سایت‌ها و ادیتامو معمولاً میذارم آخر شبا انجام میدم، به خاطر اینکه اون موقع لول انرژیم خیلی بالاست. چون میدونم اون موقع مغزم از همیشه آماده تره. اما بعد از ظهر که خسته‌ام میام یه سری کارهای معمولی تر رو میذارم. در نتیجه کارایی بالاتر، استرس کمتر. به جای اینکه بیای خودتو مجبور بکنی که تو تایمای خالیت یه عالمه کار بذاری، یاد بگیر کی چه کاری رو انجام بدی. وقتی اینو بفهمی میبینی با زمان کمتر کار بیشتری انجام دادی. استرست هم خیلی پایین تره. این سیستم 3 تا بخش ساده داره. بخش اولش چیه؟ قانون 3 تا وظیفه تو روز. بذار با هم صادق باشیم، اون تودو لیست و انجام 20 تا کار توی روز فقط یه چیز بهت میده: احساس گناه. چون آخر شب میبینی 5 تاشو انجام دادی، 15 تاش مونده. مغزت بهت میگه تو بازم کم آوردی. این قانون میاد میگه هر روز فقط 3 تا کار اصلی که انجام دادنشون مهمه. یعنی هر روز 3 تا کار مهم با انرژی بالا، کار عمیق، که هر روزی که این 3 تا رو انجام بدی اون روز موفق بودی. اگه همه کارا پیش رفت که خیلی عالیه. اگه نرفت هیچ ایرادی نداره، تو کارای اون روز تو انجام دادی. ببین این تکنیک 2 تا کار مهم انجام میده. تو تمرکزتو میذاری روی کارهایی که واقعا مهمن، آخرش هم احساس رضایت داری. حالا بخش دوم، روزتو میای به همون 3 تا بلوک انرژی که گفتم تقسیم میکنی. اولیش پیک، قله انرژی. کارهای عمیق با انرژی بالا رو بذار برای این تایم، مثل نوشتن مقاله، ادیت ویدیو، کلا کارهایی که خیلی ازت انرژی میگیره دیگه. داخل بلوک افت بیا کارهای روتین و خودکارتو بذار، مثل چک کردن پیاما و آپدیت سایت و کارهایی که انرژی کمتری میخواد. داخل اون بلوک ریکاوری هم باید کارهایی رو بذاری که تمرکز پایین میخواد ولی خلاقیت بالا. طرح اولیه‌ای میخوای بزنی، روی موضوعی میخوای ایده پردازی بکنی، این جور کارا رو بذار تو بلوک بازیابی. این تقسیم بندی باعث میشه تو جهت انرژی بدن حرکت بکنی، نه اینکه باهاش بجنگی. پس چی شد؟ روزتو میای با 3 تا تسک مهم شروع میکنی. کاری که واقعا کسب و کارتو جلو میبره، کاری که واسه رشد شخصیت مهمه، کاری که بهت حس معنا یا رضایت میده. بخش سوم این سیستم چیه؟ بافرای ذهنی باید برای خودت بذاری که مهمترین قسمتش هم به نظرم همینه. مغز ما نیاز به فضای تنفس داره، ولی اون سیستمای مدیریت زمان قدیمی اینو نمیفهمن. یه جوری هن که تو باید 8 ساعت تا دقیقه آخر پر باشه. ولی واقعیت اینه ما هر روز کلی اتفاق پیش بینی نشده داریم. یه تماس فوری پیش میاد، یه کاری پیش میاد که بیشتر از انتظار طول میکشه. چون که واقعیت اینه معمولاً هیچ روزی اونجوری که برنامه ریزی کردیم پیش نمیره. یه پیام میاد، یه تماس فوری ایجاد میشه، یه نفر رو باید بری ببینی، کل روزت میریزه به هم. واسه همین توی روز تو باید 1 یا 2 تا بافر ذهنی برای خودت بذاری. بهتر نیم ساعته باشه. بافر یعنی زمان بدون استرس، یه فضای تنفس. میتونی اصلا اسمشو بذاری وقت تنفس یا فضای امن ذهنی. چه فایده‌ای داره؟ وقتی برنامت به هم خورد استرس نمیگیری. مغزت میدونه هنوز یه پلن بی هست، اما اگه لازم نشد میتونی از اون زمانت یه استراحت نیم ساعته بکنی. وقتی که میای با این سیستم برنامه ریزی میکنی، روزت ساده تر میشه، ذهنت آرومتره، به خاطر اینکه همیشه یه پلن بی هست. تمرکزت هم اینجوری میره روی مهمترین کارا، نه زیادترینشون. تو میتونی با همین 3 تا حرکت راحت کنترل زمان و انرژی تو بگیری دست خودت، بدون اینکه به ربات تبدیل بشی، بدون اینکه از خودت ناراضی باشی. اگه هنوز اینطوری فکر میکنی که نه من لیستم باید طولانی باشه که احساس مفید بودن بکنم، یادت باشه مفید بودن با مشغول بودن فرق داره. خب بذار بهت نشون بدم این سیستم مدیریت زمان داخل یه روز واسه خودم چطوری کار میکنه، چه شکلی میام میچینمش. الان نگاه کن، این لیست کارهای منه. فقط 3 تا کار مهم من اینجا دارم، بیشترم نیست. اولیش که خیلی ازم انرژی میگیره، محتوای یوتیوب و اینستا. بعدش وقتی که دیگه کم کم سطح انرژیم افت کرده، بررسی پیشنهاد همکاری برند آکادمی صلح. این نیاز به تمرکز داره، ولی تمرکزی که نیاز داره اندازه نوشتن سناریو و ادیت ویدیو نیست. بعدش آپلود محصول داخل وبسایتمه.
اینجا سطح تمرکز من خیلی دیگه اومده پایین، ولی خلاقیتم بالاست. آپلود محصول توی وبسایتم از من تمرکز نمیگیره، ولی خلاقیت اینجا به کارم میاد. شاید مثلا بخوام دیزاین اون صفحه رو یه تغییری هم بدم. بعد از هر کدوم از این کارا اومدم یه بافرم گذاشتم دیگه، که اگه یه کاری پیش اومد که من پیش بینیشو نکرده بودم، مغزم به هم نریزه. حالا فرض کن که امروز اصلا انرژی خوبی ندارم، شبش خوب نخوابیدم، حالم خوب نیست، اصلا یه اتفاقی افتاده. من این 3 تا کار رو حتما انجامشون میدم. به خودم میگم اصلا حتی بیا یه تیکه کوچیکشو انجام بده، ولی انجامش بده. مثلا فرض کن انرژیم پایینه، حالم خوب نیست، میام از سناریوی ویدیوم فقط یه پاراگرافشو مینویسم. به خاطر اینکه جزء اون 3 تا وظیفه مهم بود، میدونم دارم کارمو پیش میبرم. پس با این سیستم همیشه انگار یه قطب نما داری، نیازی هم نداره هر روز انگیزت بالا باشه، ساعت به ساعتشو بیای برنامه ریزی بکنی. فقط بدون امروز اون 3 تا کار مهمت چیه، بعدش بیا بر اساس انرژی تقسیم بندیش کن. همینقدر ساده، همینقدر قدرتمند. و چیزی که خیلی باحاله اینه که حتی اگه حوصله هم نداشته باشی، با یه کار کوچیک میدونی داری پیشرفت میکنی. اون حس بده دیگه وجود نداره. واقعیت اینه من قبل از اینکه با این سیستم آشنا بشم و ازش استفاده بکنم، هر شب با حس بد میخوابیدم. نه اینکه کاری نکرده باشم، فقط به خاطر اینکه یه لیست طولانی جلوم بود، مغزم احساس میکرد کاری نکرده، انگار همیشه یه چیزی جا مونده بود. اما از وقتی که دارم این سیستم رو اجرا میکنم، شبا احساس میکنم که روزم کامل بوده. وقتی که میدونم اون کار مهمم رو انجام دادم، اون حس رضایت، اون حسی که دارم پیشرفت میکنم، واقعا آروم کننده است. این سیستم خستگی ذهنتو از بین میبره، به خاطر اینکه اول صبح قرار نیست با یه لیست 20 تایی روبرو بشی. در واقع به جای اینکه مدام با خودت بجنگی، داری با انرژیت همکاری میکنی و این باعث میشه که کنترل روزت دست خودت باشه. جالبتر این که من این سیستم رو برای چند تا از آشناهام و دور و بریام توضیح دادم. بعد 1-2 هفته بهم گفتن آقا این سیستم واقعا داره جواب میده، داریم کار میکنیم، احساس رضایت داریم، احساس میکنیم داریم پیشرفت میکنیم. و این نشونه قدرتمندی این مدله. همه ما لایق اینیم که با یه حس خوب و با احساس مفید بودن روزمون رو تموم کنیم، نه اینکه همش استرس جا موندن داشته باشیم. شاید به نظر برسه که این سیستم خیلی ساده است، ولی واقعیتش اینه سادگی دقیقاً همون چیزیه که ما داخل این دنیای پرفشار فراموشش کردیم. همه ما به یه مدل مدیریت زمان نیاز داریم که همراستا با مغزمون باشه، نه اینکه بیاد ضدش عمل کنه. فقط 3 تا کار مهم در روز، تقسیم کارات بر اساس انرژیت، گذاشتن بافر ذهنی. همین. شب سرتو میذاری رو بالش، میگی آخیش امروزم مفید بودم. این سیستم رو فقط 3 روز ازش استفاده کن. اگه حس کردی که ذهنت آرومتره و کارات داره پیش میره، این زیر برام کامنت کن. اگه هم که دوست داشتی یه فایل PDF قابل پرینت این سیستم رو برات گذاشتم، دانلودش کن، برو پرینت کن و استفاده کن. تو قرار نیست ماشین باشی که دقیقه به دقیقه ازش کار بکشن، تو یه انسانی و این سیستم طراحی شده برای یه انسان واقعی با احساسات واقعی و با زندگی واقعی. منتظر کامنتت هستم، بیای بهم بگی که چقدر این سیستم رو تاثیر گذاشته. خیلی مخلصم.